یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست و توپی که به بیرون میره. بله بازی رو دروازه‌بان تیم شیراز باید آغاز کنه. دوباره توپ به بیرون میره. پرتاب برای قرمز پوشان تیم شیرازی این کار انجام میدن. باز هم در میانه میدان توپ دنبال میشه، رو به عقب میارن توپ رو. شهاب یاری بلند به میانه میدان، باز هم توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم داماش که اعلام خطا شد. فریاد سید محمد میری بر سر بازیکنان هم تیمی خودش. بازی رو آغاز میکنه. میری از سمت راست میلاد رویین یه لحظه رو توپ تأثیر گذاشت. علی خدایی، خود رویین صاحب توپ میشه. رویین دوباره خدایی، سانتر خدایی داخل محوطه جریمه. یه لحظه توپ رو از دست داد. کماکان موقعیت هست برای بازیکن تیم داماش و توپی که به دست برخورد نکرد. نه داور همچین اعتقادی رو نداره. کادر فنی تا کجا اومده؟ اما داور همچین اعتقادی رو نداشت. یه نظر محمدی رو میبینی در کنار زمین. سرمربی تیم داماش گیلان یه لحظه همگان بلند شدن به نشانه اینکه شاید داور پنالتی اعلام کرده، اما داور همچین نظری رو نداشت. باز هم توپ به بیرون رفته. پرتاب برای بازیکنان قرمز پوش خواهد بود. شهاب یاری این کار انجام میده. در میانه میدان بازیکنان تیم داماش دوباره صاحب توپ میشن. توپ رو به چپ میبرن داماشی ها. حالا به راست بیارن. یک لحظه دوباره از سمت راست خطا نیست. یه ضد حمله برای بازیکن تیم آران فناوران شیراز و جلوی توپ رو به خوبی میگیرن بازیکن تیم داماش گیلان. باز هم از سمت چپ حالا به راست بیارن توپ رو، جایی که میلاد رویین هست. سانتر رویین به سمت چپ. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد زاهد تبار. باز هم به کنعان طاهر نژاد میسپارن توپو. خود کنعان، سانتر کنعان داخل محوطه جریمه. باز هم راهی به دروازه نداشت و این شوت از میلاد رویین. کماکان موقعیت هست برای بازیکن تیم داماش و اعلام خطا میشه. یه لحظه شما کادر فنی تیم داماش رو میدیدید. این هم چهره علی نظر محمدی است. در کنار زمین داریم با اون حرکات خاص همیشگیش که همیشه تعصب خاصی داره رو تیم هایی که سجاد صالحی پوریان هست. این هم که داور این دیدار امیر معصومی فر. سجاد صالحی خودش میاد پرتاب رو انجام بده. این کارو انجام میده. بعد توپی که روی زمین افتاد. باز هم رویین پرتاب رو انجام خواهد داد. رویین این کار انجام میشه. دوباره بازیکن تیم شهرراز شیراز بود و
تیم داماش گیلان هم مالکیتش عوض، تغییر ندادن. اسم تیم همون داماش گیلان باقی موند و باقی خواهد ماند. تیم ریشه‌ای داماش گیلان. فریبرز یوسف نژاد هم به عنوان مدیر عامل این تیم هست که دارن فعالیت میکنن در این تیم. ضربه رو ببینیم چطور استفاده خواهند کرد بازیکن تیم داماش. سجاد قلیبیگی یه لحظه در بین راه مدافع تیم آرام فناوران بودن که توپ رو گرفتن. باز هم توپ رو قرمز پوشان شیرازی در اختیار دارند. حالا میخوان زید حمله رو شک بدن که اعلام خطا میشه. خطای سید محمد میری گرفته شد. احمد عبداللهیان هم به عنوان معاون ورزشی در باشگاه داماش داره فعالیت میکنه و همچنین آقای مهدی خرم دادن. از لحاظ باشگاهداری تونستن چارت خوبی رو در باشگاه داماش ایجاد کنن. یک اشتباه میرفت که کار دست شیرازی ها بده که بلافاصله دروازه‌بانشون توپ رو به بیرون زد. این چهره مالک باشگاه هست آقای فرامرز یوسف نژاد در کنار فریبرز یوسف نژاد و حامد محضرنیام. یه لحظه دیدم در تصویر که اونجا نشستن و بازی تیم رو از نزدیک میبینن. کنان طاهر نژاد خود دیگه که برگشت پیدا میکنه. باز هم موقعیت هست برای تیم دام و توپ به بیرون میره. باز هم پرتاب برای داماشی ها. کنان طاهر نژاد. دورخیز کنان جایی بود که دیگه دوربینای ما هم نمیتونن کنان رو بگیرن. قشنگ چسبیده به فنزهای کناری. حالا میاد و پرتاب رو انجام میده داخل محوطه جریمه. یه لحظه سجاد قلیبیگی رو توپ تاثیر داشت. اون سمت زاهد تبار، توپ به زاهد تبار خورده و هنوز بیرون نرفته. باز هم در گوشه زمین صاحب توپ بازیکن تیم داماش. یک بار دیگه یک توپ خوب و توی دروازه. گل برای داماش گیلان. امیر محمد سیمانپور داماش رو 1-0 پیش میندازه. این هم خوشحالیه هواداران داماش، نیمکت داماش. چه کسی این توپ رو فرستاد. ارسال زیبایی رو انجام دادن بازیکن تیم داماش. این هم علی نظر محمدی خوشحال هست از نتیجه که به دست اومده. یه ارسال خوب رو داشتند و توی دروازه گل برای داماش. چقدر هم خوشحالن. ببینید همه میان و خوشبش میکنن با علی نظر محمدی در 17مین دقیقه از این دیدار. داماش گیلان 1 آران فناوران 0. بازی 6 امتیازی هست این دیدار. برد در این بازی میتونه به نفع داماش باشه. دروازه‌بان توپ رو در اختیار داره. باز هم در کنار زمین بازیکن‌های تیم شهر راست هستن که صاحب توپ هستن. قرمز پوشان تیم شیرازی توپ رو در اختیار دارن.
همین محمد سیمانپور یک بار دیگه برای داماش گل میزنه و داماش 1-0 پیش میفته در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت. یک بار دیگه این سمت، حالا توپ به بیرون میره. منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقی برای بازیکن تیم داماش افتاده. داماش 1 تیم شیراز 0. بازی از سر گرفته خواهد شد. باز هم دروازه‌بان تیم داماش بازی را آغاز میکنه. صحنه گل رو خواهیم دید که البته کمی جلوتر بود این صحنه گل. اگه همکاران نشون بدن، توپی که از کنار زمین فرستاده شد و به گل تبدیل شد. اینجا هم یک صحنه خطرناک برای تیم شیراز به دست اومد. این توپی که فرستاده شد و توی دروازه قرار گرفت. دیدید شما بینندگان عزیز صحنه گل تیم داماش رو در این دیدار، گلی که به ثمر رسوندن. حالا عرفان گلشنی میاد این کورنر رو بزنه. از ناحیه پای راست احساس درد میکنه خود سیمانپور، زننده تک گل این دیدار. همه میرن ببینن چی شده. ضربه کورنر رو میفرستن. بعد توپی که به بیرون میره. 22مین دقیقه از این دیدار. سیمانپور چیزش نیست و به بازی بر میگرده. این چهره علی خدایی است که میبینید. یوسف بهزادی دروازه‌بان تیم داماش آغازگر بازی است. این کار رو انجام میده. میانه میدان یه لحظه توپ رو هر جوری که از برمیگردونن. حالا ضد حمله برای شیرازی ها، صاحب توپ هستن و خطا نیست و توپ رو برمیگردونن. حالا اعلام خطا میشه. اعلام خطا میشه. این هم نیمکت نشینان تیم داماش که لحظه در تصویر دیدید. با پتو در کنار زمین حضور دارن. سرد هست در ورزشگاه و
ضربه ایستگاهی که حالا به دست اومده و باید بزنن. داور میگه با سوت من باید بازی رو آغاز کنی. میره خودش جا میگیره تا این ضربه رو بزنن. توپی که حالا قراره فرستاده بشه داخل محوطه جریمه، توپی که فرستاده میشه ضربه سر بازیکن داماش و توپ به بیرون رفت. گل رو ببینید این گونه به ثمر رسید گل داماش. خوشحالیه هواداره تیم داماش. ضربه کرنر رو میزنن بازیکن تیم شیراز و توپ به بیرون میره. صحبت میکنه نظر محمدی و بازیکن خودش، میگه همراه بازیکن‌ها جلو بکشن، نمیخواد تیمش عقب بکشه. علی نظر محمدی اشتباهی که تیم‌های ما انجام میدن موقعی که جلو میافتن دیگه عقب نشینی میکنن، اما علی نظر محمدی میخواد بازی تهاجمیشو ادامه بده. روی زمین میفته بازیکن تیم داماش اما خطا نمیگیره داور و بازی ادامه میدن. دوباره بازیکن تیم شیراز حالا ضد حمله برای داماش. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. تک به تک با دروازه به چه توپی رو گل نزدن و اینجا گل. گل دوم به ثمر رسید برای داماش. چه توپی رو گل نکرد علی خدایی و رضا زاهد تباری که گل دوم داماش رو به ثمر رسوند و هوادارای این تیم رو خوشحالتر از قبل 2-0 در همین نیمه اول. علی رضا محمدی در کنار زمین باز هم نکاتی رو گوشزد میکنه بازیکن تیم خودش. چه توپی رو نزد علی خدایی. اگه صحنه رو نشون بدن همکاران، توپی که اینجا علی خدایی آورد زد به تیرک دروازه برخورد کرد. این سمت پاسی که داده شد و رضا زاهد تباری که دروازه تیم شیراز رو باز کرد. حالا محمد علی نصیری و کادر مربیگریش دارن اعتراض میکنن به صحنه به دست اومده که اتفاقی هم رخ نداد و ما چیزی ندیدیم. حالا اگه در صحنه آهسته اتفاق افتاده میتونیم ببینیم به چی معترض هستن. توپی که اینجا اومد تا اینجا که اتفاقی رخ نداده. این سمت هم که اگه اعتقاد به آفساید داشتن که اصلا آفساید نبود. اینجا هم مربی تیم آرام فناوران رو میبینی در تصویر. یک بار دیگه کماکان معترض هستن و اعتراض میکنن. بازیکن تیم آرام فناوران شیراز شهاب یاری برای دروازه‌بان خودشون یه از توپ رو فرستادند. میلاد رویین یه لحظه محمد سجاد قلیبگی روی زمین افتاده و خطایی رو هنوز اعلام نکرده داور و در سود خودش میدم و نگه میده. این هم نیمکت تیم شیراز. گل اول رو اگه وقت بشه ببینیم
اینجا توپی که فرستاده شد و ضربه سری که دروازه قرار گرفت. داماش 2 گل رو در این دیدار به ثمر رسون که گل دومش این گونه به ثمر رسید. ببینید رضا زاهدتباری که دروازه تیم شیراز رو باز کرد. یک بار دیگه ضد حمله برای داماشی ها. ببینید از این توپ چه استفاده رو خواهند کرد. برگشت توپ باز هم در میانه های میدان. صاحب توپ حسن بازیکن تیم داماش گل توپ رو گرفت. وحید اسکرپور حالا به سمت چپ میاره، چپ زمین خودشون، جایی که شهاب یاری حضور داره. سجاد صالحی بود بخش توپ رو زد. علی نظر محمدی در کنار زمین، استرسش بیشتر هم شده. حالا نظر محمدی یک بار دیگه توپ رو به چپ میبرن داماشی ها. از همون سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن که فعلا موفق نیستن. سید محمد میرم روی زمین افته، سید محمد میری روی زمین افته. این هم علی نظر محمدی میخواد بیاد بازیکنش کنار زمین که بریم چه نکته‌ای رو میخواد بگه به محمد سجاد قلیبیگی و دیگر بازیکنان تیم خودش. حالا به محمد سجاد قلیبیگی آبی رو میده که بنوشه. علی نظر محمدی صورتشون پاک میکنه. از این کار روحیه بخش علی نظر محمدی. چقدر رفیق از بازیکن تیم خودش در کنار مربیگری. هر حال رفاقت هم میکنه بازیکن تیم خودش علی نظر محمدی. دستورات تاکتیکی رو هم گوشزد میکنه به بازیکنای تیم خودش. منتظریم تا سید محمد میری به بیرون بره. هوادار تیم داماش رو هم دیدید یه لحظه. باز هم توپ رو در اختیار دارن بازیکن تیم آرام فناوران. یه لحظه میرفت که اشتباه کنن و توپ رو بسپرن به داماشا. عرفان گلشنی بود که توپ رو فرستاد برای دروازه‌بان خودشون. حسین ملک اولیایی بلند به میانه های میدان از سمت راست زمین شیرازی‌ها یک حمله رو میخوان تدارک ببینن که اجازه کار رو نمیده رامین آقالو. باز هم توپی که میاد این سمت برای داماشی ها. ضربه سر مدافعین تیم شیراز. حالا توپی که زده میشه و اعلام آفساید میشه. اعلام آفساید میشه. این هم عرض کردم خدمت شما مالک باشگاه لحظه دیدی در تصویر. علی نظر محمدی همچنان در کنار زمین نکات فنی رو گوشزد میکنه بازیکن تیم خودش. یک بار یه توپ به بیرون میره. داور میاد در کنار زمین تا صحبت کنه با سرمربی داماش. بازی رو دوباره از سر میگیرن داماشی ها. در کنار زمین صاحب توپ سیمانپور گل از توپ از دستش رها شد. حسین ملک اولیایی دروازه‌بان تیم
شیراز این سم محمد سجاد قلیبگی رسیدید دروازه‌بان توی دروازه نیست و میخواست شوت بزنه که توپ رو پاش شفت جور نشد. بازم سید محمد میری رو به عقب. رامین آقالو خود رامین میزنه به میانه میدان. این سمت خالی است میلاد رویین اما توپ نیومده براش. باز هم در محوطه جریمه صاحب توپ هستن بازیکن تیم داماش گیلان. توپ رو به چپ میبرن. از همون ناحیه میخوان ضربی دوباره بفرستن. در میانه راه مدافعین تیم شیرازی هستن که توپ رو به بیرون میزنن. با برخورد به پای بازیکن تیم داماش توپ به بیرون رفت. پارس جنوبی جم در نوشهر 3 تا گل رو زده به تیم شهرداری نوشهر و 3-0 جلو هست. سایپا 1 گل رو به مثل شهر بابک زده و بازی شهر بابک سایپا تموم شده. به صد کرمانشاه آریو اسلامشهر 0-0 مساوی هستند. تیم شهرداری آستارا باز هم 1 گل خورده از پالایش نفت بندرعباس. دقیقه 9 یونس شاکری گل زده به تیم شهرداری آستارا و دیگه باید گفت که تیم شهرداری آستارا موقعیت خوبی رو نداره در جدول و خیلی اوضاع تیم شهرداری آستارا خراب هست با این نتیجه که میگیره. یک بار دیگه اعلام خطا میشه و بلافاصله کارت زرد رو آقای معصومی از جیبش بیرون میاره تا بده به محمد سجاد قلیبگی که روی زمین افتاده از تیم داماش گیلان. روی خطایی که انجام داد روی سید علی حسینی هنوز بلند نشده محمد سجاد قلیبگی و این کارت زرد رو که داور بهش میده. 35 دقیقه از این دیدار رو پشت سر گذاشتیم. داماش گیلان 2 آران فناوران شیراز 0. بالاخره این هوادارهای تیم داماش یه بارم که شده دیدن که تا 30 دقیقه اول تیمشون 2-0 جلو هست در رشت. واقعا خیلی دوست داشتن که همچین نتیجه رو ببینن داماشی ها. عرض کردم خدمت شما این بازی 6 امتیازه است و تیم شهرراز هم 21 امتیازه است. در رده 14 جدول قرار داره در کنار داماش 21 امتیازه که در رده 15 قرار داره. توپ رو خواهند فرستاد بازیکنان تیم آران فناوران شیراز. داور 4 رو هم دیدیم در کنار تصویر آقای هادی صحرایی که امروز در این بازی حضور داره. یک بار دیگه توپ رو پرتاب میکنن بازیکن تیم شیراز و ضربه ایستری که بیرون رفت. ضربه کرنر رو حالا دارن میزنن بازیکن تیم شهر راز. توپی که فرستاده میشه و در اختیار میگیره یوسف بهزادی. بلافاصله میفرستن توپ رو بازیکن تیم داماش از سمت چپ زمین خودشون. میخوان دوباره حمله و تدارک ببینن که توپ باز هم به بیرون میره. کنعان طاهر نژاد توپ گل اول رو هم کنعان فرستاد. توپ که بیرون رفته بود پرتابی که انجام شد و ارسالی که منجر به گل شد. یه اشتباه که میرفت کار دست بازیکنای داماش بده. این سمت راست بازیکن تیم داماش گیلان به دنبال توپ. سیمانپور یه لحظه 2 بازیکن حضور دارن و توپ رو به بیرون میزنن.
بازیکنان تیم شهر راست. این هم نیمکت تیم داماش که لحظه دیدید بلا میلاد رویین. یه بار دیگه حالا فرصت برای داماشی ها. ببین از اون توپ چگونه استفاده میکنن و توپی که نتونست میاد یزدانی به گل که نشد که بشه و توپ به گل تبدیل نشد. موقعیت خوبی هم بود این صحنه. توپ که از راست آوردن بازیکن تیم داماش موفق نبود. داماشی ها توپ باز هم در اختیار داماشی ها. توپ حالا به بیرون میره. صحنه آهسته خواهیم دید رو به عقب و توپی که میاد یزدانی زد و توپ به بیرون رفت. توپ رو بر میگردونن این سمت بازیکنای تیم آران فناوران شیراز. یار 17 این تیم سید سجاد آقایی. خود آقایی توپ رو میزنه و توپ بیرون میره. علی نظر محمدی رو ببینید میگه با اینجا پات زدی توپ رو استوب کن و با پای راستت بزن. این ترجمه‌ای که از حرکات علی نظر محمدی داشتیم ما که نرسیده میاد. این بار دیگه توپ به میاد یزدانی نرسید. کرنر برای داماش. متعجب هست توپ خواهند فرستاد بازیکن تیم داماش. کوتاه با میاد یزدانی. همونجا میاد داخل محدود جریمه میشه. خود میاد یزدانی فرصت میشه. چی رو نمیزنن این داماشی ها. درسته 2 گل جلو هستن و خب رضا زاهد تبار البته یه گل رو زده رضا زاهد تبار. 5م این دیدار. این هم مربی تیم شیرازی است که میبینید. گل رو یه لحظه ببینیم. این گل رضا زاهد تبار هست. اینجا توپ به گل تبدیل شد. دروازه‌بان روی زمین افتاده و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. ممنونی از کارگردان خوبمون که این صحنه‌ها رو به نمایش میذارن. آقای با 4 دوربین این بازی رو داریم برای شما بینندگان عزیز پخش میکنیم. از کنار زمین هم میبینید یه لحظه که علی نظر محمدی صحبت می‌کنه بازیکن تیمش. هیچکی تو زمین نیست. چرا دارن بازی رو شروع میکنن؟ بازیکن‌های تیم شیراز همه در کنار زمین بودن و بازی بلافاصله شروع شد. داورم بلافاصله سود خودش رو زد و اعلام آفساید. بیاد داور پرچم خودش رو بالا برده بود. کمک دوم این بازی آیه حیدری و آیه معصومی حالا میره تا نذاره کسی بهش حرفی رو جلوتر بود. گیر بازیکن تیم شیراز و حالا سرش رو ببینیم. اینجا توپ بله توی آفساید بود بازیکن تیم شیراز و اعتراضی که داشتن به هر حال به خوبی تشخیص داد و داور هم حمایت کرد. 45مین دقیقه از این دیدار. علی نظر محمدی صحبت میکنه با میاد یزدانی. پرتاب برای شیراز. این کار انجام میشه. باز هم قرمز پوشان تیم شیراز توپو میارن میانه های میدان. 3-4 دقیقه هم وقت طلب شده داور اعلام کرد. با دست خودش نشون داد. داور 4م میاد نشون بده. اضافه برای نیمه اول رو هادی صحرایی نشون میده. بریم در این 4 دقیقه چه اتفاقاتی رو خواهد داد.
دیگه بازیکن تیم آران این سمت عرفان گلشنی به چپ بیارن توپ رو. سجاد صالحی، خود صالحی داخل محوطه جریمه، توپ به دست بازیکنای قرمز پوش بر میخوره و اعلام خطای هند میشه. گل ها رو با هم مرور خواهیم کرد قبل از اینکه بازی به اتمام برسه. توپی که میزنن بازیکن تیم داماش، یوسف بهزادی برای خدایی. باز هم از سمت راست بازیکن تیم داماش صاحب توپ. ضربه سر بازیکن‌های داماش، توپ رو به راست میبرن. باز هم بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستند. توپی که به چپ میاد، رو به عقب میارن توپ رو. بازیکن تیم شیراز 47مین دقیقه از این دیدار. برمیگردن توپ رو داماشی ها. این سمت دوباره شهاب دفاعی خودشون کار میکنن. گل اینگونه به ثمر رسید، گل اولین دیدار. چطور به ثمر رسوندن بازیکن تیم داماش. 2-0 داماش پیش هست در شهر رشت. انجام داد در هفته 22. یه نیمه اول رو دارن برنده از زمین خارج میشن تو رشت، تلاش کنن تا بتونن 3 امتیازهای خانگی رو از آن خودشون کنن اگر میخوان در جدول رقابت لیگ دسته اول حفظ بشن. یک دیگه از سمت راست توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش و توپ حالا بیرون میاد. پرتاب برای بازیکن تیم داماش و توپی که به کرنر میره. کرنر البته داور اعلام میکنه توپ اوت رفته و داور کرنر اعلام نکرد. دقایق پایانی نیمه اول رو پشت سر داریم میذاریم. در بین دو نیمه اگه فرصت بشه صحبتی هم با آقای یوسف نژاد خواهیم کرد. مالک باشگاه دوم داماشی ها رو ببینید که چطور به سمت آغاز نیمه دوم باز هم در خدمت شما باشیم یا اینکه بین دو نیمه شاید یک مصاحبه هم داشته باشیم. فعلا خداحافظ. احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه باران. در خدمت شما هستیم با پخش زنده نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و آران فناوران شیراز از هفته 22 رقابت لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور. دیداری که در نیمه اول 2-0 به نفع تیم داماش گیلان به پایان رسید و باید در نیمه دوم چه اتفاقات رخ خواهد داد و چه نتیجه‌ای به دست خواهد اومد برای هر دو تیم. در ترکیب نیمه اول دو تیم بگم خدمت شما که کنعان طاهر نژاد، محمد سجاد قلیبیگی، علی خدایی، میلاد روئین،
امیر محمد سیمانپور، سید محمد میری، میاد یزدانی، آرمان لطف خدا، رامین آقالو، یوسف بهزادی و رضا زاهد تبار. 11 بازیکنی بودن که در نیمه اول علی نظر محمدی سرمربی تیم داماش گیلان به زمین مسابقه فرستاده بود. مدیر تیمشون هم آقای شهرام حمیدی است و مدیر رسانه هم آقای سجاد حقدادی. در تیم مقابل هم آران که در لیست ما هم هست، میلاد غریبی، سید سجاد آقایی، عرفان گلشنی، جعفر حسینپور، سجاد صالحی، شهاب یاری، وحید عسکرپور، جواد نصیر، حسین دوستدار، سید علی حسینی و حسین ملک اولیایی. 11 بازیکنی بودن که سرمربی این تیم محمد علی نصیری به زمین مسابقه فرستادن. مدیر تیمشون محسن تمدن هست. ببینیم اتفاقی که رخ داده، پنالتی نمیگیره داور، رو یک کارت زرد رو حالا میخواد به بازیکن تیم داماش نشون بده به دلیل دایوی که انجام شده. بله، کارت زرد رو به علی خدایی میده در این صحنه. ببینیم که چه اتفاقات رخ داد و کارت زردی رو که داد به بازیکن داماش. آقای امیر معصومی‌فر داور وسط این دیدار. کمک اول ایشون رضا بابا رئیسی است، کمک دوم هم محمد حیدری، داور چهارم هم هادی صحرایی است. ناظر داوری هم آقای جمشید دانشمهر هست که در ورزشگاه حضور دارن. ناظر بازی هم سعید حبیبی است. استقبال خوبی هم کردن تماشاگر از این دیداری که در ورزشگاه شهید عزودی شهرش داره برگزار میشه. توپی که توی دروازه قرار میگیره و باز هم آفساید. این دومین توپ بازیکن تیم آران فناوران شیراز هست که آفساید اعلام میشه. این توپ رو در نیمه اول زدن و این هم توپی که در نیمه دوم وارد دروازه داماش شد. خیلی هم توی آفساید بودن صحنه‌ای که من دیدم. حالا همکارمون میذارن شما هم ببینید توپی که فرستاده شد. اینجا ببینید بازیکن شیراز توی آفساید بود. به یک بار دیگه یه ضد حمله برای تیم شیرازی. حالا توپ رو به سمت راست میارن، موقعیت دارن بازیکن تیم شیراز و توپی که باز هم داماشی ها دور میکنن. صحنه گل تیم آران رو دیدیم. این سمت حالا ضد حمله برای بازیکن تیم داماش که رخ نمیده. در میانه میدان درگیر هستن و یک بار دیگه دقت ببینید توپی که اینجا فرستاده شد آفساید بود کاملا. بازیکن تیم آران شیراز هرچند یوسف بهزادی خیلی جلو اومده بود و خیلی هم خطرناک بود این توپ. اگه داور آفساید نمی گرفت الان 2-1 میشد بازی. در نیمه دوم باید محتاط‌تر عمل کنن بازیکنان تیم داماش گیلان. دو تا بازیکن که از داماش جدا شدن، دو تا به ثمر رسوندن. هم سامان مهرابی زاده برای نفت و گاز گشتاران گل زده، هم فردین نجفی برای پارس جنوبی. باز هم توپ در اختیار بازیکن تیم شیراز هست. از سمت باز هم یه شوت که بعد از شوت داور بود. داور میره بالا سر بازیکن تیم داماش. یه تعویض رو حالا
بده تعویض میاد یزدانی رو بیرون میاره علی نظر محمدی و محمد رستمی قرار وارد بازی شد. تعویض حمیدی 25 بوده، میاد یزدانی نمیخواست بیرون بیاره. 25 هم نداریم تو داماش که 35 که میاد یزدانیه دیگه. حالا در کنار زمین کماکان دارن تلاش میکنن ناظر و داور چهارم که کدوم بازیکن رو قرار بیرون رو. محمد رستمی خودش 25 هست که میخواد وارد بازی بشه. حالا فرصت برای بازیکن تیم داماش که از همه عبور میکنه این توپ. تعویض رو میخوان انجام بدن، منتظرن تا داور دستورش رو بده. همون میاد یزدانی رو بیرون میاره. علی نظر محمدی و محمد رستمی وارد بازی میشه. تعویضی که حالا انجام شد، یه بازیکن حالا داماش روی زمین افتاده. هواداره داماش هم آکان تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن. توپ در اختیار بازیکن داماش داخل محوطه جریمه، نرسید به زاهد سوار این توپ. باز هم برگشت توپ. میخوان حمله رو تدارک کنن بازیکن تیم آران شیراز بیاد برسه به بازیکن. آفسایده. بله باز هم داور در پرچم خودش رو بالا میبره و اعتراض میکنن. به چی اعتراض میکنن؟ باید از جایی وایستن که داور حضور داره بازی رو ببینن تا اعتراض کنن که آقا آفساید بوده یا نه. این هم هواداره خونگرم تیم داماش در جایگاه که عاشق تیم داماش هستن و عاشقانه تیم خودشون رو تشویق میکنن. از دقیقه 1 بازی میان در ورزشگاه و تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن تا پایان بازی. امروز هم تیمشون داره نتیجه میگیره که شاید خوشبین ترین هوادار داماش فکر نمیکرد که الان تیمش بتونه 2-0 پیش باشه از تیم آرام فناوران شیراز. این هم هوادارهای خونگرمی که در روبرو تو جایگاهی که تازه تأسیس شده نشستن. تشکرم بکنیم از مسئولین محترمی که زحمت ورزشگاه را آماده کنن برای بازی خانگی تیم‌های رشتی، علل خصوص دیدارهای داماش و سپیدرود. می‌بینید یه چمن خیلی خوبی رو داره این ورزشگاه به مدد اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت امیدواریم که هرچه سریعتر اون قسمت رو هم آماده کنن تا هواداره خونگرم تیم داماش و سپیدرود بتونن بیان اونجا بشینن و از نزدیک بازی تیم محبوب خودشون رو نگاه کنن. این هواداره خونگرم و باورتون شاید نشه از ساعتها قبل از شروع بازی تو ورزشگاه حضور دارن. بعد یه خورده اگه از این مشکلات زیاد تیم‌های استان کم بشه خیلی این هوادارا خوشحال‌تر هم میشن. حالا تیم داماش که یه سرسامون خوبی گرفته، اگه اجازه بدم به این مالک که برنامه‌هاشو پیاده کنه در این تیم خیلی خوب میشه. اگه اذیت نشه و مثل دیگر مالکا نره از این تیم خیلی خوبه. تیم سپیدرود هم اگه بخواد بهش توجه بشه خیلی خوبه که دیگر تیم شهر رشت هست و همینطور بریم غرب گیلان، تیم شهرداری آستارا، چوکا، همه اون مشکلاتی مواجه هستن که ببینید تو چگونه استفاده میکنن بازیکن تیم داماش گیلان و باز هم نتونستن از این توپ به خوبی استفاده کنن. یه شوت از فاصله بسیار دور از رامین آقالو که توپ به بیرون رفت. عرض می‌کردم
حمایت کنن از تیم‌های فوتبال ما. استعداد زیاد داریم ما تو استان گیلان، تو شهر رشت و دیگر شهرهای فوتبالیمون، بندر انزلی و دیگر شهرهایی که واقعا فوتبالی زیاد داریم. لاهیجان، لنگرود، رودسر. در تیم‌های لیگ برتریمون از هر شهری نگاه کنید در استان گیلان یک گیلانی رو میبینید. یک بار دیگه زاهد تبار به دنبال توپ است. خود زاهد تبار تو گوشه زمین به دنبال توپ میره. زاهد تبار یک بار دیگه یه شوت که توپ میرسه به دروازه‌بان. بازم بازیکنای تیم داماش توپ رو میگیرن در میانه راه. سجاد قلیبیگی، خود سجاد یه بازیکن رو از پیش رو بر میداره. محمد سجاد قلیبیگی، فرصت خوب برای زاهد تبار و توپی که کنار دروازه رفت. دیگه دوربینامون اونجا کنار دروازه مستقر و از همه زوایا دارن دوربین‌های ما تصاویر رو برای شما بینندگان عزیز به نمایش میذارن. ضربه کورنر رو ببینیم چطور خواهند فرستاد. توپی که فرستاده میشه، برگشت توپ از بازیکن تیم شهر راست این سمت. تماشا برمیگردن این توپ رو. سجاد قلیبیگی دیگه موقعی به توپ ضربه زد که توپ به بیرون رفته و دو تعویض همزمان میخواد انجام بشه برای تیم آران شیراز. رضا بهمی هست که به جای سجاد آقایی به زمین مسابقه میاد. حالا دو تعویض رو همزمان آقای محمد علی نصیری انجام میده. به دنبال گرفتن امتیاز هستن. یک بار دیگه داخل محوطه جریمه که توپ رو در اختیار میگیرن بازیکنان تیم داماش. تعویض بعدی تیم شیراز هم حسین شاهسوانی بود که به بازی اومد. به هر حال دو تا تعویض رو انجام داد. سجاد آقایی بیرون رفت. یه تعویض هم بین دو نیمه انجام داده بود تیم آران شیراز. به هر حال سه تا تعویض رو تا اینجای کار انجام داده و باید ببینیم که چقدر مفید خواهند بود این بازیکن‌ها. میلاد غریبی رو هم کشید بیرون، کاپیتان نیمه اول خودش رو، آقای نصیری. یک بار دیگه اعلام خطا میشه. کم کم نورافکن‌های ورزشگاه هم دارن روشن میشن. هوا رو به تاریکی میره. بین دو نیمه هم صحبت کردیم با آقای فرامرز یوسف نژاد مالک باشگاه داماش گیلان. گفتن که برنامه‌های زیادی رو دارن برای این تیم و میخوان داماش رو یکی از قطب‌های فوتبال استان بکنن. به هر حال داماشی که سالها در لیگ برتر هم بوده و این پتانسیل رو داره که بتونه به اون جایگاه واقعیش دوباره برگرده. برای همین تیم‌های گیلانیمون آرزوی موفقیت داریم. در حال تیم‌های ما هوادار زیاد دارن، اما عرض کردم فقط مشکلات مالیه که این تیم‌ها رو اذیت میکنه. یک بار دیگه داماشی‌ها در میانه میدان صاحب توپ هستن. یه لحظه توپ رو لو میدن اما باز هم خود داماش صاحب توپ میشه. آقالو در خط دفاعی
به میانه های میدان برای میری رو به عقب. لطف خدا آرمان لطف خدا صاحب توپ. دوباره صاحب توپ هستن بازیکن تیم داماش گیلان. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش ضد حمله که توپ رو برمیگردونن. سجاد قلیبیگی، آرمان لطف خدا دوباره به راست میبرن. با سجاد قلیبیگی بازم این سم بازیکن تیم داماش دوباره صاحب توپ میشن. کنعان طاهر نژاد علیه کاپیتان رستمی. یک بار دیگه حالا بازیکن تیم شیراز از همونجا توپش رو میزنه. رضا بهمی که توپش به بیرون میره. پاس جنوبی با همون 3 گل شهرداری نوشهر رو برد. سایپا هم 1-0 مثل شهر بابک رو شکست داد. بعثت کرمانشاه آریا اسلامشهر 0-0 بازیشون مساوی شد. پیکان 2 گل رو به مثل سونگون زده و سیروس دین محمدی دیگه از این تیم جدا نخواهد شد. با این نتیجه گفته بودن که اگه بازی رو ببازه یا مساوی کنه سیروس دین محمدی میره. سیروس دین محمدی که انصافاً با پیکان خوب نتیجه گرفته و بازی نیروی زمین و مثل کرمان هم تا الانی که دارم با شما صحبت می‌کنم دقیقه 64 اون دیدار هست، اون هم 0-0 مساوی است. دیگر بازی همزمان این گروه هم میشه به تقابل دو تیم فجر سپاسی و صنعت نفت آبادان اشاره کرد. یه فینال زودرس بین دو تیم صدرنشین که فعلا 0-0 مساوی هستند. در شیراز نفت مسجد سلیمان هم 1-0 از نفت و گاز گشتساران عقب هست و تیم شهرداری آستارا هم 3 گل رو از پالش نفت بندرعباس دریافت کرده در نیمه اول و باید ببینیم که تکلیف دیگر نماینده استان گیلان در رقابت لیگ 1 چه خواهد شد. تیمی که تا اینجای کار 3-1 عقب هست، اون هم در نیمه اول. خدا به دادش برسه و این قاسم دهنوی که از وقتی که به آستارا اومد کلا باخته و اصلا رنگ خوشی رو ندیده. در آستارا نمیدونم چرا همچنان پافشاری و اصرار هست که بمونه. خودش هم دیگه باید میرفت با این نتایج ضعیفی که برای آستارا به دست اومده. یک بار دیگه رستمی به میانه های میدان. داماش زمین رو بازی رو در اختیار داره. توپ در زمین داماش هست. چقدر خوب دارن این روز بازی ها و علی نظر محمدی که همچنان در کنار زمین داره هرس جو بار هر کاری کردن نرسید توپ به محمد سجاد قلیبیگی. باز هم مدافعین تیم آران شیراز صاحب توپ از سمت چپ زمین خودشون توپ رو در اختیار دارن بازیکنان تیم آران شیراز. یه تعویض دیگر رو آقای نصیری میخواد انجام بده. حالا فرصت خوب برای بازیکن تیم داماش، آفساید هم نبود و میتونست به کارش ادامه بده. محمد سجاد قلیبیگی خدایی دوباره از سمت راست فرصت هست برای بازیکن تیم داماش که توپ رو برمیگردونن. میلاد جلالی رو میرن در کنار زمین داره خودش رو گرم میکنه. قرار بازی بیاد در نیمه دوم برای تیم آران شیراز. این هم هوادارای خونگرم تیم داماش که دوربین هم اونجاست و هوادارای تیم داماش رو زیر نظر خودش داره. تعویضی که در کنار زمین تا دقیقه دیگر انجام خواهد شد. میلاد جلالی به زمین
مسابقه خواهد اومد. حالا باید که به جای کدوم بازیکن به زمین خواهد اومد. خودش که 90 هست. به جویزم علی نظر مرداد حیدری رو میخواد به بازی بیاره. سجاد قلیبیکی باز هم توپ در اختیار رستمی است. رستمی توپ رو به بیرون میزنه و یکی از مربیان تیم آران شیراز هم برخورد میکنه. رامین آقالو خودش هم سریع عذرخواهی میکنه. البته تو بازی بود و مشکل خاصی پیش نیامد. تعویض حالا انجام میشه. 79 از بازی خارج میشه. حسین دوستدار هست. این سمت هم رضا زایدتبا رو بیرون میکشه. زننده گل دوم این دیدار رو مرداد حیدری جایگزینش میشه. کنعان طاهرنژاد به دنبال توپ رو میگیرن از کنعان. بلافاصله خودش میاد تا اشتباهش جبران کنه. کنعان طاهرنژاد نیمه اول که فوق‌العاده بازی کرد برای داماش. باز هم خطا روی محمد سجاد قلیبیکی. داور یک کارت زرد رو میده به کاپیتان نیمه دوم تیم آران شیراز. بابت اعتراضی که انجام داد کارت زمین از افتاد آقای معصومی فرد. کارت زرد رو دریافت کرد جواد نصیر. و هر حال ضربه رو میزنن بازیکن تیم داماش گیلان. جواد نصیر خودش میاد پرتاب رو انجام بده برای آران شیراز. این کار رو انجام میده. کنعان با ضربه سر توپ رو برمیگردونه. حالا یه خطایی که اعلام شد. داشتن میرفت که حمله رو مرداد حیدری انجام بده اما خطا اعلام شد. یک بار دیگه در میانه میدان رستمی برای سیمانپور زننده اولین گل داماش در این دیدار. و توپ حالا بیرون میاد. پرتاب رو خود کنعان طاهرنژاد میخواد انجام بده. این کار انجام میشه در گوشه زمین. دوباره صاحب توپ از حیدری میگیرن توپش رو بازیکنان قرمز پوش شیراز. کورنر برای تیم داماش گیلان. ضربه کورنر رو خواهند زد. کوتاه کار میکنن این بار بازیکنان تیم داماش. رو به عقب خدایی داخل محوطه یه شوت از محمد رستمی. توپش به بیرون میره. توپ رو میزنه اولیایی به میانه میدان. یک بار دیگه یه شوت از بازیکن داماش و توپی که گل نشد. چقدر خوب اومدن جلو و
توپ رو گل نکردن. گل پنجم رو حالا پاداش نفت بندر عباس به ثمر میرسونه. دیگه چیزی از شهرداری آستارا باقی میمونه؟ 5 گل اونم در آغاز نیمه دوم. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکنان تیم شهرراز حالا صاحب توپ هستن و توپی که به بیرون میره. باز هم خطا برای بازیکن داماش. این همین نمای زیبا که همکارمون به نمایش میذارن از علی رضا محمدی و ممرزم ادبی و توپی که حالا میزنن بازیکن داماش. بازیکن تیم داماش رو اعلام خطا. بازیکن تیم شیراز صاحب توپ هستن از سمت چپ زمین خودشون. باز هم توپ رو در اختیار دارن. حالا یک بار دیگه محمد سجاد قلیبیگی تنهاست. خود محمد سجاد قلیبیگی به چپ برای حیدری. خود حیدری باید خود زودتر تصمیم میگیرن بازیکن تیم داماش. حالا محمد سجاد قلیبیگی و توپی که به گل تبدیل نشد. این هم چهره آقای آرمان هست، مدیر کل اداره ورزش و جوانان، در کنار آقای هاشم اسماعیلی در جایگاه ویژه نشستن و دارن بازی رو نگاه میکنن. خیلی زحمت کشید آقای آرمان تا این ورزشگاه رو اینگونه که میبینید آماده کنه. به هر حال تلاش های زیادی رو کردن تا این ورزشگاه آماده بشه. تقدیر و تشکر میکنیم به هر حال کار خوبی که انجام شده. حالا این چمن به این خوبی که شاهد هستید رو امیدواریم که همینجوری بتونن حفظ کنن هیئت فوتبال استان گیلان و شهر رشت و نذارن بعد بازی این همه هوادار و دوستان برن وسط زمین، چون خیلی حساس است چمنگاه و به هر حال خیلی زحمت کشیده شده تا این ورزشگاه به این شکلی که میبینید برای هوادارا آماده بشه. حسرت همین ورزشگاه هم بودن هوادارای تیم رشت. در حال چه رود داور میاد در کنار زمین یک کارت زرد رو میده به یکی از نیمکت نشینان. کنم به راستین کارت زرد رو نشون داد داور. در حال یک کارت زرد رو نیمکت داماش گرفت. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم آران شیراز صاحب توپ هستن. یک داماشار رستمی که توپ رو میگیره. خود رستمی یه لحظه کماکان موقعیت هست و اعلام خطای پنالتی. خطای آران شیراز. صحنه رو و داوری که خودش نزدیک صحنه بود و بلافاصله از خودش دمید، اجازه نداد که کسی نظر بده. ببینید اینجا خطایی که پنالتی بوده و اعلام پنالتی کرد. ببینید اینجا که محمد رستمی کاری نداد، اینو خطا گرفت.
بلافاصله هم از خودش دمید داور این دیدار و خطای پنالتی رو اعلام کرد. در 77مین دقیقه از این دیدار هستیم و باید ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و از پشت دروازه هم می‌بینید همکاران عزیزمون که اونجا هم یک دوربین رو مستقر کردن تا صحنه ها رو هرچی زیباتر برای شما بینندگان عزیز به نمایش بذارن. این هم یوسف بهزادی است از نمای پشت دروازه قراره که این تصویر رو به شما نشون بدن. پشت توپ شیراز یار شماره 10 این تیم رضا بهمی حضور داره. توپی که حالا با سود داور زده میشه و توی دروازه. گل برای تیم آرانش. 2-1 میشه بازی. به بازی بر میگردن شیرازی ها. 78مین دقیقه از این دیدار. حالا باید داماش تلاش خودش رو بیشتر کنه. حالا از روابط باشگاه شهرداری آستارا هم به ما پیام دادن که تیمشون 9 نفره شده در نیمه اول. 2 تا کارت قرمز داشته، کارت قرمز مستقیم. گودرز داوودی و صابر خوشنام اخراج شدن که این نتیجه تا اینجای کار به دست اومده. صحنه‌های مشکوک داوری که وجود داشته. اینجا هم داماش 2-1 میشه. یه کارت زد و داور میخواد و کارت قرمز رو میده به مربی تیم شهر راز و این نصیری رو اخراج کرد. حالا یه کارت قرمز رو کمک آقای نصیری میگیره. کنان طاهر نژاد پرتاب رو این کار انجام میشه. اخراج میشه. صحنه گل شهر راز یا همون آران شیراز رو دیدید. صحنه پنالتی که به دست اومد و به گل تبدیل کردن. به هر حال در جهت مخالف یوسف بهزادی توپ وارد دروازه داماشی ها شد. اینجا بود که توپ رو به گل تبدیل کردن. یک بار دیگه این سمت بازیکن تیم داماش میرفتن حمله رو تدارک ببینن. خطرناک است این صحنه ها. یک بار دیگه از سمت راست جالبه. مربی که اخراج شده بود لباسش عوض میکنه میاد دوباره توی نیمکت قرار میگیره و اونجا نشسته. در تصویر میبینیم ما و ناظر بازی کجاست که بخواد این بنده خدا که اخراج شده رو قشنگ اخراج کنه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه و اعلام خطا. داماش گل بزن، رشتیا بیقرارن. شعاری که هواداره داماش تو ورزشگاه سر میدن. انتظار گل سوم رو دارن هواداره تیم داماش. در حال 2-1 این نتیجه
خطرناکی هست. اون هم در دقیقه 80 این دیدار که سیمانپور کلا روی زمین افتاد، نتونست به توپ برسه. یک بار دیگه ضد حمله برای آران شیراز، توپ رو به چپ میبرن، توپشون به بیرون میره. پرتاب رو بازیکن داماش باید انجام بدن. منتظر هستیم تا داور اجازه بده که این کار رو انجام بدن. یک بار دیگه پرتاب انجام میشه. حالا فرصت هست برای داماش، ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که این سمت بی هدف میاد و بازیکن تیم آران شیراز توپ رو در اختیار میگیرن. سیمانپور به دنبال توپ، این سمت سید محمد میری نرسید به توپ و بازیکن. یک بار دیگه حالا به توپ رسیدن کنار طاهر نژاد، یه اشتباه، دوباره توپ رو صاحب شدن بازیکن‌های تیم شیراز و توپ حالا بیرون رفت. این هم نمای زیبا از حضور هوادارهای تیم داماش در ورزشگاه. یک بار دیگه شیرازی ها صاحب توپ و توپی که یوسف بهزادی میاد جمع میکنه. خود بهزادی آغازگر بازی خواهد بود. از دروازه خودشون توپ رو میفرسته میانه های میدان. دو تعویض رو علی نظر محمدی قرار انجام بده برای تیمش داماش گیلان. محمد رستمی هر جور که از توپ رو به بیرون میفرسته. 24-27 دو بازیکن داماش هستن که قراره بازی بیان. 24 اسماعیل فطرتی است و 27 رضا شاخص. این دقیقه از این دیدار داماش 2 در حال بازیکن تیم داماش یوسف بهزادی باید بازی رو آغاز کنه. منتظریم تا ببینیم داور اجازه میده که تعویض ها انجام بشه یا که خیر. دو تعویض که همزمان قرار انجام بشه. یوسف بهزادی میخواد بازی رو شروع کنه، این کار انجام میشه. توپ میاد به میانه، دوباره بازیکن تیم داماش هستن که صاحب توپ و میدان هستند. اعلام خطا شد. خطای بازیکن آران داماش گیلان گرفته میشه. علی نظر محمدی رو ببینید در کنار زمین آرام قرار نداره، همچنان ناظر بازی رو صدا میکنه که تعویضاشو انجام بده. دو تعویضم تیم شیراز میخواد انجام بده. محمد رحیمی رو میبینم در کنار زمین که قراره بازی بیاد. پاسم توپی که فرستاده میشه از سوی بازیکن تیم داماش و هر جوری که هست توپ رو به بیرون میفرستن. در 86مین دقیقه این دیدار تعویض‌ها باید انجام بشه. تعویض سوم سید حسین حقشناس هم میخواد به بازی بیاره. بازیکن جوان تیم داماش 11-24 68 تعویض شد با 80.
80 که سید علی حسینی بود، 64 هم 68 هم محمد رحیمی بود که وارد زمین شد. حالا این چهره که در تصویر میبینید 24 اسماعیل فطرتی به زمین مسابقه اومد. این هم سیمانپوره که از بازی خارج میشه. سجاد قلی بگیرم که آورد بیرون و تعویض بعدی هم در شماره 27 بود. فرصت برای بازیکن تیم آران شیراز. داماش گیلان، این هم خدایی است که از اون سمت داره بیرون میاد. علی خدایی که تعویض شد و داره بیرون زمین میاد. این چهره علی خدایی است که همکارمون هم دنبالش هست، حکماکان، تا رختکن هم شاید همراهش بره. یک بار دیگه در میانه میدان خدایی هم بهش میگه دیگه دنبالم نباش. جالب بود. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش اعلام خطا میشه. این هم علی نظر محمدی. منتظریم تا این ضربه خطا رو بزنن بازیکنان تیم داماش گیلان. سید محمد میری وقت تلف شده برای نیمه دوم. 5 دقیقه رو میارم به داورشون، البته زوده، 1 دقیقه مونده. میزنن این ضربه رو. سید محمد میری، خود محمد میری، اعلام خطا میشه. علی نظر محمدی رو ببینید، اواخر بازی تیمش با اینکه 2-1 جلو هست، استرسش در کنار زمین خیلی زیاد هست. یک بار دیگه اعلام خطا برای داماش. نظر محمدی کار نداشته باشه خودش میره توی زمین. این گونه استرسش بالاست. این بازی رو ببره، دومین 3 امتیازی که در خونه داره داماش نصیبش میشه و هوادارهای این تیم رو مثل همیشه خوشحال خواهد کرد. علی نظر محمدی هشتاد و 9 دقیقه حالا 30 ثانیه. داماش 2 آران فناوران شیراز 1 و وقت اضافی که داور نشون خواهد داد، داور 4م این دیدار میاد در کنار زمین، آقای هادی صحرایی، و تابلوی تعویض هم در دستش هست. این هم علی نظر محمدی که آبی مینوشه و به بازی ادامه میده. 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم در نظر گرفته میشه. بازیکن تیم داماش صاحب توپ داخل محوطه جریمه، ببینم میتونن توپ رو گل کنن که آب و خوش از گلوی علی نظر محمدی پایین بره. یک بار دیگه از سمت چپ کنعانی طاهری شد، اشتباه کنعان. نظر محمدی میگه خطا بوده اما داور خطایی رو اعلام نکرده. برگشت توپ، دوباره موقعیت برای شیرازی ها میخواد ایجاد بشه. بازی رو به چپ میبرن و یه خورده توپ رو دور میکنن بازیکن تیم داماش تا فشار از روشون برداشته بشه. توپ به بیرون رفته، پرتاب برای آران شیراز هست. این سمت داور میاد تا به وضعیت کنعان رسیدگی کنه. کنعانی دانشجو روی زمین افتاده. امیر معصومی فر میخواد از کادر پزشکی که به زمین مسابقه بیان تا به
وضعیت کنعان رسیدیم. کنعان میتونه بازی ادامه بدن، بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. یک بار دیگه یک اشتباه از بازیکن تیم داماش که توپ رو باز هم برمیگردونن. چه بازی شده در این دقایق. 4 دقیقه نفسگیر دیگه باقی مونده تا داماش به 3 امتیاز خانگی این دیدار برسه. دورخیز بازیکن‌های تیم شیرازی. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. باز هم برگشت توپ یک بار دیگه از سمت راست و توپی که به بیرون میره. هوادارا هم دیگه همه انتظار دارن داور سوت پایان این دیدار رو بزنه. چه هواداری هم بوده ورزشگاه و چقدر هم تشویق میکنن تیم داماش رو. یک بار دیگه فرصت برای داماش گیلان و چطور این توپ رو گل نکرد، چه توپی رو گل نزد. رضا شاخص توپی زد و به گل تبدیل نشد. آه از نهاد هوادارا و نیمکت و جایگاه وی آی پی و همه بلند شد که چطور این توپ گل نشد. باید علی نظر محمدی اینجوری حسرت بخوره در کنار زمین که چرا این توپ گل نشده. موقعیت خوبی بود برای داماش که سریع ببینیم اون صحنه رو. اینجا توپ رو بیرون زد. از کمی عقب‌تر ببینیم توپی که اینجا اومد به بیرون زده شد، کنار دروازه بیرون رفت. تقریبا موقعیت خوبی بود. یک کارت زرد رو هم یکی از بازیکن‌های تیم داماش میگیره. حیدری بود که کارت زرد رو گرفت، مرداد حیدری. حالا توپ رو میزنم بازیکن تیم شیراز، این سم بازیکن تیم داماش. خود مرداد به دنبال توپ است. مرداد تک به تک بشه با دروازه‌بان که یه مدافع جلوش ایستاده. بازم مرداد توپ رو اگه نگه داره بازیکن خواهند رسید. حیدری رو به عقب با برخورد به پای بازیکن‌های تیم آران شیرازی که توپ به بیرون رفته. علی نظر محمدی رو ببینید، پاشم گرفت اینقدر دیگه هرس خورد در کنار زمین. مربیگری هم شغل پر دردسری هستا، خیلی سخته در کنار زمین. اون هم علی نظر محمدی باشی تو شهر خودت 2-1 جلو باشی اینگونه هم هرس بخوری. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم داماش. شاخص حالا به توپ میرسه. رضا شاخص یا بازیکن جلوش ایستاده. ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهد کرد. به گوشه زمین برای 3 بازیکن رو احاطه میکنن. میرسه به سید محمد میری و توپی که به بیرون میره. 30 ثانیه اگه دیگه تحمل کنن توپ رو بازی رو به اتمام خواهند رسوند بازیکن داماش. من یه تشکری بکنم از همه همکارامون که مستقر هستن در ورزشگاه شهید عزودی شهر رشت تا این بازی رو برای شما بینندگان به نمایش بذارن. تشکر از مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز گیلان جناب ربانی که این مساعدت رو انجام دادن با باشگاه داماش گیلان که ما بتونیم بازی‌های تیم داماش رو به صورت زنده و مستقیم از ورزشگاه عزودی برای شما بینندگان عزیز به تصویر بکشیم. همچنین تشکر از معاون محترم سیما، مدیر محترم تولید و همکارمون در پخش سیمای مرکز گیلان. و اینجا هم سوت پایان این بازی به صدا در میاد. برتری 2-1 که داماش در مقابل آران فناوران شیراز و علی رضا محمدی که این گونه خوشحال هست. مربی دروازش میاد او رو در آغوش میگیره. داشتم عرض میکردم که با تشکر از همه همکارانمون، از تهیه کننده کارگردان و همه تصویربردارها از حضور شما بینندگان خداحافظی میکنم. امیدوارم که از دیدار این مسابقه لذت برده باشید تا دیداری بعد و فوتبالی